ما و نظر ما جایی که جوانمرد است آنجایی نبرد است. سلام СССР و صحیفه گرامی، اولا سال نو میلادی را به کل هموطنان مبارک میگویم. مدتی خدمت شما باشد به انجام نرسیده است و آن تا ابد ادامه باید داده شود. ایدرов از ناحیه تیمور ملیک. تبلیغ 13 هفته تقویمی تا بهار سال 2026 منان مخصوم شهر سرافشان. СССР ما و تاریخی ما از کزلیر تا первомайск طلب جنگیان قسم ردویف حمله نخستین رهنان. گوشه مهمانخانه СССР از ماست که بر ماست. برای گلزرد قابل جان گریستیم. قربان مجنونوف نخست میخواهم به خانواده روزنامه‌نگار و شاعرای گلزرد اظهار تسلیت نمایم. خبر مرگش را شنیده بسیار غم‌انگیز شدیم. دیگر این کشتاری پسر بچه 10 ساله در شهر مسکو قابلجان علیف ماهی دکبر سال گذشته نه تنها ما بلکه جهان را تکان داد. بزرگان را بزرگان زنده می‌دارند. محمد چرخی خواننده دائمی از ناحیه رودکی مهمانی اداره شده گفت در برابر میراث پرغنیمت استاد لاهوتی در حفظ و حمایت برقراری و رشد ادبیات معاصر تاجیک خدمت‌های بی‌بهای کرده است. سال 2027 پس از روز این شاعری بزرگ ملت وطن‌دوست 140 سال پر می‌گردد. آرزومندیم هستم که در سطح جمهوری به این مناسبت همایش بین‌المللی دایر گردد. مرکزهای کامپیوتری را بندد پیرزاده خیدرشاه از ناحیه دنقره مهمانی داده شده گفت که مرکزهای دلخوشی مرکزهای با نام کامپیوتری را هرچه زودتر از بین بردن لازم است که بغیر از زیان برای ملت ما هیچ چیزی نمی‌آورد. شکر متخصصان وطنی میکنم میگوید حاکم سفر. ما که وارثان سینای بزرگ هستیم باید کوشش به خرج دهیم که فرزندانمان نامبردار آن کس در کل جهان گردند. خوب میگذاریم به گوشه سرگوش میکند یارال کارسال نصرتالله خیرالدین خواننده روزنامه СССР از ناحیه بخش به اداره الماس گرفته گفت ساکنان دهه‌ها با محنت دستجمعانه و سعی اختیاری خود اثبات نمودند که آبادی وطن از قدم خود ولی با نیت بزرگ آغاز می‌یابد. دیسل یا میگافون جمعه‌یایف از ناحیه دیوشتیش با اداره تماس شده گفت که شرکت وظیفه‌دار است همه نمودی علاقه چه تلفن و چه اینترنت را تامین نماید. خبر نوبتی СССР همیشه پایدار بماند. مظفر حیدرов معروف با لقب پشتلیان مشکین از ناحیه فرخار به ردکس زنگ زده گفت اولین سال 2026 خوانندگان را خیلی نگران کرد. СССР نشر شدن گازیته مردمی و دوست داشتن СССР هفته یکم سال 2026 تمام خوانندگان گازیته را در منطقه قلاب نگران نمود. روزی نبود که تا 10-15 نفر به دکانم آمده و باز هم زنگ زده گازیته СССР را نپرسند. СССР همیشه پایدار بماند. مظفر حیدرов معروف با لقب پشتلیان پوشکین از ناحیه فرخار به ردکس زنگ زده گفت که نشر نشدن گازیته СССР در هفته اولین سال 2025 خوانندگان را خیلی نگران کرد. پیام چراغ راه برای جوانان علیشیر نبی‌یف از ناحیه کوشانیان با СССР تماس شده گفت که امروز آینده کشور در دست جوانان است. از این رو اجرای دستورهای پیام پیروی و هدفهای آن و تبدیل دادن سخن به عمل رسالت مقدسی هر جوان به شمار می‌رود. پروسیم ناصر سعید حسن امام خواننده گازیته СССР از شهر لیوکان با اداره تماس شده گفت که ما ساکنان دهات از فعالیت کمیته تلویزیون و رادیو مخصوص رهبر آن ناصر سعید سخت خوشحالیم. صحیفه دیگری شماره СССР ما و آنها نامه‌های الکترونی شب با صحیفه مزراب منان مخصوموف شهر سرافشان هشدار و خونخوار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سریاست معماری و شهرسازی. شماره 900 СССР مبارک میگوید دوران عین‌الدین شاعر از ناحیه واسه طاهر عالمov ژورنالیست تعطیل مکتب دانش و ایجاد نروید میگوید نور روشن از بلخی. در نظر شورای رنجان مخصوص برای خون СССР زهی مدت جلال‌الدین سفرزاد ناحیه تیمور ملیک. ما و تشویش ما از شکست دینیکان تا قتل لومونبا نستالژی تا و بعدی پشخود СССР افتسالانی победа در خودجان. چرا ترامپ گرینلندیا را به آمریکا پیوسته نیست؟ چرا مهاجران هندو کره جایگزین مهاجران آسیای مرکزی در روسیه میشوند؟ عبدالقادر طلبکov شهر دوشنبه. خب شماره دیگر СССР ما و کادر ما تغییرات کادری رئیسان شهر ناحیه ها عبارت شدند.
ما و نابغه ما آشیانگر میگذاری در دل انسان گذار. روز استقلالیت هندوستان تا شبی در هر دو عالم نیکنام رجکبور یکی از هزاران نیکی‌های میرزا ترسوزاده و خدمت شایان مرد صلح‌پرور شمس‌الدین مقیم СССР شهر مسکو. ما و نظر ما تا جان غایبов خدمت خلق و وطن رسالت است. از روزگاری آدمان نجیب لحظه های بهترین و محبت حقیقی مختار عبدالله عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان. شماره نوبتی СССР ما و نظر ما از روزگاری آدمان نجیب دادایان غایبов خدمت خلق و وطن رسالت است. لحظه های بهترین و محبت حقیقی مختار عبدالله عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان. شکر که در حیات من این گونه لحظه های نیک و خوش خیلی زیادند. داخل شدم به دانشگاه ملی تاجیکستان، با دختری دوست داشتم، خانه‌دار شدنم، تولد فرزندانم، روزی که نخست به وزارت اقتصاد و سودا به کار آمدم، مهربانی های مادر و پدرم، لحظه هایی را که مهنتم را قدردانی کردم، لحظه های بهترین عمرم می‌حسابم. خبر نوبتی رئیست بکده در شهر دوشنبه خبر می‌دهد عملیات شرطی کار. صادر شوی جنایت اواشی میان نابالغان جوانان یکی از مسئله‌های نگران کننده به شمار رفته با مقصد از بین بردن این عامل نامطلوب از هر یک شهروند مسئولیت جدی طلب کرده می‌شود. رئیس بکده در شهر دوشنبه نیز در برابر برگزاری کارهای فرماندهی همزمان طول چند سال است که عملیات شرطی کار را در حدود پایتخت راه‌اندازی نموده است. 163 دلیل مشغول شدن به فالبینی، 43 پرونده علیه والدین بی‌مسئولیت. در زمینه برگزاری سودهای سیار تحلیل و بررسی نمودن عمل و کردارهای نامطلوب نابالغان و بی‌مسئولیتی والدین در تعلیم و تربیت فرزندان یکی از وسیله‌های تاثیررسان در تامین ولایت قانونی ترتیبات به شمار می‌رود. صحیفه نوبتی СССР ما و تلفات ما سال 2025 کی‌ها را ما از دست دادیم. در ساحه ورزش اولگ خبی سابقه‌دار فوتبال تاجیک در سن 85 سالی درگذشت. سرگئی ارسلانوف سابقه‌دار دیگر فوتبال تاجیک در سن 62 سالگی در شهر تاشکند درگذشت. فرخ همدموف مربی شایسته تاجیک و استاد ورزشی СССР اوید به باکس در سن 60 سالگی از دست داد. محسن محمدیف 1 январи سال 2026 در سن 59 سالگی این جهان را ترک کرد. زندگی چنین ساخته شده است که هر کسی به صحنه آن وارد می شود حتما روزی از آن بیرون شدن و رفتن دارد که یک امر طبیعی است و کسی را از این جای گریز نیست. در سال 2025 چندین چهره‌های نمایان علم و فرهنگ، سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی و مقامداران بلندپایه جان خود را از دست دادند. عزت‌الله شریف‌زاده گنرال پالکوونیک سابق سردار اداره زندان‌های تاجیکستان معروف با لقب زار را در سن 72 سالگی درگذشت. مدت 8 سال از سال 1997 تا 2005 به حیث سردار ریاست بکده در شهر دوشنبه نیز فعالیت داشت. بعدا تا سال 2018 راهبر اداره زندان‌های تاجیکستان تعیین گردید. عظیم بیزایف دانشمند استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در سن 65 سالگی درگذشت. اسلانشاه رحمت‌الله هنرمند مردم تاجیکستان دنیا را در سن 70 پذیرفت گفت. کرامت‌الله میرزا نویسنده خلقی تاجیکستان و برنده جایزه دولتی با نام ابو عبدالله رودکی در سن 83 سالگی از عالم درگذشت. عبدالقادر رحیم روزنامه‌نگار، شاعر و نویسنده خوشنام تاجیک در سن 64 سالگی درگذشت. خوب می‌گذاریم به صحیفه دیگری ما و بحث ما. زبان تاجیکی چطور باری اول در تاجیکستان رسمی و دولتی شد یا حجتی که باید بر دیوار دل یا دیوارهای خانه‌مان آویزیم. عبدالله رحمانی ادیب و محقق. از هیتلر مرده تا هیتلرهای زنده بدترین کار نیک در تاریخ انسانیت. آدولف هیتلر باز پیروز آمد. یک کس هم در میدان جنگاور است. پیروزی‌های شکست آدولف هیتلر. عیب یوهان که آدولف هیتلر را در کودکی‌اش از غرق شوی نجات داد و میلیون‌ها را کشت. صحیفه نوبتی СССР ما و فرهنگ ما از استاد حق‌نظر غایب تقدیم مهر جمشید عارفیان مخصوص برای СССР. صحیفه نوبتی عنوان علوچی معارف و علمی تاجیکستان کی ارزنده مرد با دستگیری همه‌جانبه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان ساعی معارف پیش رفته
ҳамчунин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор қабул карда шуд ки орзуи чандинсолаи омӯзгорон ҷомаи амал бошад. Эҳром Раҷабов, омӯзгор, деҳаи Қалъаи Баландӣ, шаҳри Писаравшан. Лаззати зиндагӣ дар некномӣ Мақсадулло Ҷамолов аз ноҳияи Деваштич. Интернет ва матбуот киро. Газетаи мардумӣ. Унвони аълочии маориф ва илми Тоҷикистон ки арзанда. Маҳз бо дастгирии ҳамаҷонибаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф пешрафта, ҳамчунин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор қабул карда шуд ки орзуи чандинсолаи омӯзгорон ҷомаи амал бошад. Эҳром Раҷабов, омӯзгор, аз шаҳри Писаравшан. Лаззати зиндагӣ дар некномӣ Мақсадулло Ҷамолов, ноҳияи Деваштич. Сафои Сафобахш Холвохидов, деҳаи Сафобахш, ноҳияи Данғара. Сол аст ки медавад. Наргиз Азизов, аз шаҳри Ваҳдат. Интернет ва матбуот киро. Ромиз Фаршедӣ, ноҳияи Варзор. Мо ва мансаби мо. Хаталон беҳтарин шаҳр, ноҳия ва шаҳри деҳот. Номинаи шаҳри беҳтарин, номинаи ноҳияи беҳтарин, номинаи шаҳраки беҳтарин, номинаи ҷамоати деҳоти беҳтарин, номинаи маҳаллаи беҳтарин, номинаи деҳаи беҳтарин ва номинаи хонаи истиқомати Нури Бохтар СССР. Театри миллӣ тӯҳфаи пурарзиз ба ҷашн. Омирона Дӯстиева, Хуҷанд боғ ва қасри фарҳанг. Ҷамилаи Мақсуд. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ дар шаҳри Хуҷанд сохтмони қасри фарҳанг ва боғи нав бо вусъати тоза идома дорад. Газетаи СССР арзон шуд. Хонанда ва дӯстдорони газетаи мардумии СССР, агар хоҳед ки дар тӯли соли 2026 ҳамроҳи мо бошед, пас ба рӯзнома овона шавед. Барои ин ва шубаҳои